باشه من روی حالی شنبل کن کجاره بعد تو برو ما همچین کاری هم برگرد تو برو حالا جا برو ممنه سلام انترو جان جوده داده سلامتی من ترو به همه دوشگی میچی واسطه برام آشما کو ها همه شیرنی ها من ناکو کجیم بگو بیا می درست میمانه یعتگن لیب جایی سبای نهاری کارتا در بوده چه دوشی هرام من باز پریشان تو چه من ترو دربو شیرنی چیزی ورند یا که شیرنی نامی نگه گوش بران شیرنی بگرون و شمبل چون چین گپی نجه ما دوشی دیوه شدوار شما نیهته شیرنی کجا بود آمو کشه شمبل تر چونه تو پیر بودی میر نبودی ما شایی زاماسی تو پشیمان والله من ترو تو جا من ماته تو همه گوه مارشگان جنه که تی زاماتی پشومان هنو که ما زامات بوده یه چوک ما ره آدی که ما رو زامات نکو هنو هم که یایی مدام مروارده بری من تنبه کنی چو عیج نه حالا من زانم منی نکو شیرنیان گفته واش خدا بس بیا وجه بچه شما هنگه نرفتگی و اجه کار جوز بگر وا بوده ته همیدی هنگ ولی لطفا من نماز وانتنا واب کفت با اندات کو واب مندی آینده تی همش که اجه کن و بلوڑه بسوچ توی آینده ترک پیر کوئی آینده گم جوشان مروه چی که من درست سرمستران لوٹته تو واب بکر مروه چی من آب آبرو بری شما شیر نیایده چوشن بله شمبل با شمبل ها یکی من نندل گوشتی هر و شمبل دی بگه شیرینی هم دیگه ته پریشان ببه بچه شیه باشه ناکو پیسته شیرنیان گبته یر کده بیا چاره بل چکتی پی نه که زهرکانه کال بکنه نیسته؟ بچه چی ستوری گپ بگورا این شیرینیانش کجا هشتنی؟ گوشتی ما لوگا قدیمی ازم بله گوشتی زو بیای گوڑ پچه دوار عزت یر کده بلکه باز آرته نکتگا واقعی شما اینجا بلکی کنی بیاره نه جهد کنه اون لعب جا مردمانه بگوش سرمسترانه بگوش یاد زید برسیم باش مزار بجه ندرو شیرکنیان ماشما بزیره بره بله من حیرانم باز حیرانم این شورایان ناکو باران بگو هنچی نبیتگی نکنه هنچو مردم شیرنی جا ادانه مردم بلکه آب بچه رو ماشما رای امدید بلکه وار گرای تیگه رد داته دوار کلام زورته ها یا نه آده گپی آیا دیگه گپی کتش دیگه گپیش کن یا همشیگه یا کشانه عزت لوگو پام دونه روڑه پا بسته همشیگ در پچه به قدیمی لوگ همشیگه عزت دونه همشی آچکار همشی بوده کنه ایده شیرنی جایی نه شیرنی یکی بلیده تو بچه باره اونه داره توی ندی گانکو لایت روشن کنم منی گانکوان زبر نمیره بلم گانکو چارنی من لایت من ایچ کمر بلنده زنگ بنا کباران جنو ایده شیرنی جاوه نه شیرنی که یه رکایده در بی ایشی هم کلام گبته که هیچ نگیبته ای شیرنی ها اگه ببی ایده ورگین همه ناکو یک ساعت زنگ گوشه نزوری که ناکو
شاهی بیا. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واجه باران چی حالت؟ مرد چی گوشت دیوانی رو چی؟ چون که جا کهتے هم بریگن شعرا زبردست هم نه واجه باران سخت شر. واجه هر کار می دستا ببید ما کنه. چه مردمی کار ببی، چه ملکی کار ببی، چه ورنان دلوحشی ببی یا این رهشونی بی ما حاضریم واجه یه من حیالا یه تمامی کار کردار همین نوکی ده یاری واجه گلجانی کاره. شاباش واجه گلجان ماشاءالله. شاباش. سلام. سلام. خیری؟ واجه ناکو شمبل ندید تو لوگا گوشتی که شایی که را کهتے شمبل؟ ما صبح سر محل شده شورا دفتره که شمبل ما شیرینی خرید کنیم ما وادی کشتوشن لوگا هم نیا بیدینان کهتا یا الله یا خدا. چی؟ اوڑے وہ دیگه چی سرگه؟ چی؟ والا سرگه های چیه؟ آهان چو سرگه؟ تروه که بعد چی سرگه؟ من حرامه او دو سری او تو لیت بزن تو چیه سری؟ لیت من نزن شمبل ترسوه کن شب ترسان چیه؟ ما ده کزه زنگان جنگ شمبل چی؟ من لیت جنوب چا من اسبانی که من یه چی لیبی بیباری توی لیبی آها سربستران دیگه ما واجه مالوی دیگه ما بستر داری والله بستر چونه ما مرتو ما داشته که باشه مکم منه چو بیار پر شهر که والا جن نه جنی نه شیچه جنی کمتر دمپ شیچه جنی بدره چه پس دیسته پدا بس کنی چه جنی چه شیلانچی چه جنی ده هستی کلام مورا مروان کلام گبته ای ملک آنتنی نیستی بچه کن دعا بکنی من لیب جایی سرمسترا مروه چی بیام یا پابرو شو دعا بکنی اوڑے ماده چیر شیگ گیره تو دیوان انته لایب جا دیوان اوه ما کئی گم پیکرام بجنے ما یہ پس گم پیکرام بجنے مسین دیتے میں جانتے یا ما دیوان جا لایب جا گا پیکرام بجنے والا من تو کار کود نکنو و شما دان پی دیگه هر دوی کاران پیدا یک کشیت خدا کو بلکه ما شما در بودیم مرو شما را کپگی و کلاتی بازی کنان در دینه و پاچین کپگ بگیری و بسک یعنی بلکه در بودیم خدا ات کیزا دو تا گوی کپگ من کپگ یا الله دل دوستو کا مرو گاری مکه وابو هم پا آنلان کنه که نه نرسیده بیا مدیر کل جا بیا من مدیر کل ندی سبیل تو ناک شمبل دانش مست تو ابتای کنی بابا تی کاکا شمبل بلکه هیچ نه کاکا شمبل ملت کار هسته نه پیلی کنو وجه گلایش ببی مرسل اگر شمبل وجه دیوان پاک واجهی تو هر جسوره شمبل انتره این محلو پای گداری ببن و ندارم فرمایی واجه شما علم بکی ورزش باز بهترین چیزی برای صحت واسطه باز بهترین چیزی که شمبل و شمبلی سنگتان یک کار سرانجام داده و ما الله تبارک و تعالی بارگاه امیدواریم که شمبلی یه لبجا فمیشمی جوانانی واسطه باعث هدایت بیتید و میشمی جوانان چه حرابی کاران برک کنیتید و تچکی راه بپری نیتید واجه بپر درود دیم ده واجه هم شر من پت اگه حال چیز شما رسید من حتما حال بده من پریشان جمع ببون شر الله میاره منتوار یا خدا دیگه باید تا که زنگ بزنم من
چین چون محلو گاد که کارمستر رئیس کمال بارن چه کجاش پیدا کن ایتی شومی زامات کجیم درو محلو گد لی پرماتا ما وهم نزانا چند رنده گوانکو جتا وہ دا ہن نہیں لوگ مردم ہاں پریشانا کجا شده بچکا دلگوش کنه ما شما دهنگه پر شنبلگی معطل بیتگه حتما گپ پیشات که نیاد که ولی ما هم دعا کنه شما دعا کنه هر چه زودتر بیان من نزانه یکم باید مزار دودا کجا شدم شما جوانه اتار پیش بدارید معیار جلی و مهمان نوازی هم مشم نه 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 حجنه شمبل و مزار ادا ببن ما وای همچین شعری پر شما واشی الهام بکنم که شما یه جکی مزار کو نامه هم بشموشه یاد کم هرچی گپا منیگم ولی من نیل پیرزابای دینام شیعایی دیما کم بیت شرمندگ بی ما با توی استاد مربی هم یک کپه که مربی گیری من نزانم نمنی برات دلا دل جمع کن بلکه شنبلی کلا تیم دیسته چو ترسته و تیچیر کته تا چیه گوشه؟ هنچه وجه هنچه تا تنبیران بعدا نوی توی جنجا من نزانم مرون دیوان بونگیج کنم بعد تا چاوا دیگه شنبلش آمد کنم سک بیواد بیتا بچکان پیسا را کپه که بچه بیان رنده گرو ساز و زیموله ما این تو که بلا هم واشی گپ پیگوان ترا جا رنده بگن گپ پیروز تو اپجا گو الله پاک ناما واجه سربازیا وش باشته زرد رنگ و محبلا لا اله الا هو مد درونا مد دلا لا اله الا هو چه جن و انسا اشکتا لا اله الا هو چه بلبلا چه شاطلا لا اله الا هو منتواری و دستبندی کنم چه واجه مدیر کل ورزش جوانان چه واجه فرماندار چه واجه رئیس اداره پاکام منتواری و دستبندی کنم و شاید که گوشم شما دهیار و مهمانانی که چه سرباز کلاتا آتکگن گم ورزشکاران و ازمکارانی که مشمه محفلا هنی هستن ما گم و دارین چه میا شما رهچار بیتگین مروچی ما گلا بالین که پیرزباد زیبناک و دولدارین مروچی پیرزاباد و کلات لیبه انگلا کینگی نوٹو پجیاند منی کشا نشتگا لیب برجم دارک بیتا واوا شاباش کلات شاباش پیرزاباد باز وش لیب بگی دو نپا ٹکر تگا یک پیرزابادی یک کلاتی جاتی مروچی اور ریستگی کلاتی بچار ریستگی کلاتی نہیں آدگر ریستگی پیرزابادی بچاو وہاں ڈاڈے کلاتی بچا چون ٹکر تگا جتی کوشتی اور ایک گیری کوڑ جنے گے دو بار منی والا وہاں بیں جتی کوشتی
لپین تی بدبخت کشتی پیرزابادی دادین تیم هنوگی پیرزابادی شلگین تیم بچی چه شنبل نه؟ مالی بمین ماهانه بوده به مردم اشتغل لیبجایی این سنگت های دون بی پاچه پچی بازی کن شهر بو که ما نشد همیشه پیرزابادی کلاتی لبه واجه کینگیو نوتو پوی سنگتان کنگلاش من کرده نشتگا همی لب برابر بگه پیرزاباد کلات دیم پدیما افسوس پیرزابادی دادین تیم او هنوگی تیم بچه بزنی نه بزنی و کلات دیم آئے پیرزابادی دادین تیم مروچی تیم شاباش دوی تیم لبه افسوس مرتگه یار جان شاباش من دنگران دیکو دیم دم هست شاباش بران تیست کن جان لگی توی زنده آی همانم بشانی که کپی اسپیلاپ بی هم دا هست شاباش منی دیگلاپ گو هست شاباش پیرزاباد منی حالا هار داتا افسوس الاس منی حالا مروچی ما هار داتا تیم برگه کلا دیمای جیان توش من رو 3 ماه تمرین کتا ایشم بیا یه تیم برو یرکب ماشین موتور مردم صد این که علم تو اکانه شنبل بیرتر روڑه هنو اد روک بگیر چه بیعزتی هیچ چیزی نی کجا بیرتر ره؟ بچه او چکانه بچه سماتان بو ره نو راستین گپ بجنه هکی راستین گپ بجنه ماش ما دیگه نه شهر کچی راستی گپ پرین کنه نه ماشه مرا باند تو زندان کتا خود بچاره ره من آیام دو باندات چی بیتی دیگه را بل بسوه چی؟ بل دیگه چیزی ماشو پا شیرین رابطین چو بوده اگه ناکو بارم مهمان شوانایی نکو تگتن تو شیرین نگرته برو چون بکن بره یا نه؟ واب کپی من چه واب گرانه بره یا خدا تو مار مدد که یا خدا می آبرو بزو شنبل بیا بره بیعزت به شاباش انت رو شنبل شاباش انت مرد کجا این مقصد دیراک چیه؟ تو کجا بیتگه؟ کیا ترحک هسته این چوکن دیوانی دیا خدا بیابرو بود تو چون بود خدا
لوٹتون واجه زد بو لوٹتون شرابدارین دیوانی بی رفتون شیرنی بیارم من چیه زن چو شبی را شیرنی بیارم گیرم که هنچنج با بعد تره گوشون چی بوده کپک حالانو بوده آبه کپک پولتا آدی یه واجگاه درترین ایدانه آدی که تا سرمربی ایدانه کپک کجا رسیدشه بیا بچاری آهای بو تو جلدی کن برو آماده به جلدی که برو دودا 2 سال تو کار کتا بچارم چیه کنه برو هرچی کنه چی کدیه رنچش یا تی سازو زیمل تیمه رنچ کپکا برو تو آماده به بوتی بچه که درستانه بسه کیم بگو چی بکنه یک تیتین برنامه بکن برو ردم دلون نبی چون بکنو هنو برو شنبل دستی سردی ما کش زود که جلدی کن دستی سردی ما کش برو بودا سرمسته رات که گن درات که تی شیرنی کجا تو بچی دستالی یاد که گه مدیر کل حتا راست که رئیس شورا بچه با چون بویا خدا من چون ببینه آبروی پچی را واه شمبل واه شمبل یه وجه سلام علیک جوری نکوز جوری وجه وجه مدیر کل جوری وجه جادی واشی سلامتی واشیحتی وجه باز واشیحتی سلام علیک جوری شما دادی باز واشیحتی وجه باز واشیحتی شمبل و قدیما گاشتهش سر برو تو کول مرو تو کجا بوتگه این کسه چیه مرد واجه کجا بیتگه تو ملک کماش ماستر شورا درست لوٹائیں تگا اور تو گار ہے ادھر لوگ مردم ها پریشانه ناکو رنده ترگوشون بیلو قرار چیه میشمی قرار شینهت که شورا که اون که مهمان شوینایه چوینه که بو ما همچین جای گیر بود تگم بهاترم شیرنی آقای درو چیز برابرم بل تو بگو این شربت و شیرینی چی بود؟ شربت شیرینیان که صحب بکن می شورا قرار توی مهمان شوینایه بگی شورا هیچ می تو کاری بردی وجه مترزم تو شورا بل برو ودا باکو بجان لوگ مردم پریشانه अरे बेना मचा कुछ पैदा के इश्यू शांत से कुछ पैदा अरे वो दो चीज बर्बाद भी हमारे दुदार वाह शाबाश दुदार بیا دودا جان که پیرزابادش بو بیا دودا جان دوداد کگنی شمبل روچکار یاد که آخری اچھا نیلی دودا جان نیلی بچه دیگه بچه بیزنی لوٹ کم گیری واه نواجتی واه پیرزاباد واه شاباش پیرزاباد شاباش کنگلا شاباش دوتو شاباش شمبل جان واه پیرزاباد مای تقریبا کتی واه شاباش پیرزاباد پدا استان مهمانان و شاد که بشون که آد کم مجموعه ملکا و کنجی چه یه مجموعه ملک دید بلوچ ما بلوچستان میگند بلوچ ما بلوچستان میگند نه کسی گلین سیستان میگند الله میارد تیم پیرزباد و سرباز کلات بلی که پیرزباد تیما کٹه تو برتی بله می چمانچه سرباز تیما برنده اید شما چاپی بجنشان استاد انی اگر باری هم ببیته ما دعوت کنیم چه گروه موسیقی و رقصا که واجه مزار تشریف بیارید ادا و وطا را پیش بدارید چاپی بجنید استاد
نگاهی به او کرد و گفت من میخواهم با میکروب ها بجنگم. تو آنها را اینجا ندیده ای؟ گنجشک جواب داد اینطوری که نمی شود. تو باید مرواره یواشتر بگم پش کپتگم. خب ندرون دوباره یه گوشون بنویسی. اما خرس کوچولو به بقیه حرف های او گوش نکرد. رفت تا به بچه فیلی رسید. بچه فیل گفت اگر میخواهی با میکروب ها بجنگی باید اول دستهایت را خوب بشویی. شر انتهم دا بسه سب کنی رند و چارونش. شمبل جانی گوشی زنگ بارگن. مگه شمبل گوانکو هرابه؟ الو شمبل تو کجا بیت تگه؟ صد رند من گوانک جتگون تو کش برای چه پریشانی؟ تو بگیر مرواره جان کبرستان بودن. کبرستان پرکی نکو. هنچین جای بند بوده اون که خدا ازان 100 بر الله اکبر اون کرده که یا خدا مایده برکه. مودو هرابم بلم بسوه چون. مش می قرار کتی بچید. دوشگه قراران چیه من چین که گوی ای شیرنی و مهمان شونایی بیا شورای دسته ناکو جان سلام علیک و علیک سلام بیا ای شیرنی ها بگیر بیا میسر برز بکن دیم مهمانا هنو یا شیرنی هیچی نیمین سر جهلی هنو که نبوده تو پریشان مبه. چه بکنم آبرون را سرون جهلم بیا مردمان بچه کیامت ایدا سرمستران رهتگم مردم رهت شیرنی نی کی سر جهلم منی تمع برکنو یا مروارده برون تحدید چیه منی یا مروارده برون تی برک تحدید منی هنچو میر و سرداران نشته گم مکن تو و تی هوش و سارا پر لب بکن که پواشی حلاس ببین. تو شمبل واجه کیا تر لوٹگی کیا؟ شهرم برو تو باور که سران جهنه باور که نزانم چی جواب بدم هنو سرمستر من چیه گوشی تی حیالا دیگر رندی منی سرا بروسه کن تا 100 سال من دور دندره گوشی چی وقت کول کراری شه زبان نیسته نتوندی شیرنی تیار بکنده مرواره دلو حال کن هیچ چیزی نه هنو مردمان رهته کن هنچه واشه خدا پس یون دوار گپ بجرم اللهی میاره ملو ملشلی داغانی بانور تو منی وابانی بانور منی وابانی ملو ملشلی داغانی بانور تو منی وابانی بانور منی وابانی ملو ملشلی داغانی
وشن باز وشت می دیوان مروی چی شما لیب و ساز و زیمل و دوچاپی درو دیدتن ای درو چه یک زحمتان تن یک جوانی هنچین شما جوانان دار آیی هیچ کس نه بگر چه واجه شنبه روچکار آیی که بازین جهد و کوشستانت که مرچگی محفل اداچو دارگ بید ولی یک چیزی هم مشون آیی که سنگتا هم باز جهد و کوشست کتگا یا چاپی بجنشان دوستا کیا نامرد من نام تو پچه نگه من نام گرگون آهانچه چه واجه نوٹو پا دستبندی کنو پہلی لوٹو واجه پیروز گون سنگتانی چاپی بجه نشان وستا من تورش میں چاپانی واجه هم یہ واجه کیای وقتی لایکیه که من تعریف توصیف کد دیگه ما اینچه تعریف که توصیف قابل و نه ما چیز همه جدا یہ کار کتگان در بچه کار کتگان و نباید هم واجه کیای من نام بگیبتیم پرچه که ما را وردگلایی و ورد پیشداری وحش نبی منتوار واجه وحش منتوارم هنگی مرچین لیب و ساز و زیمل درو شما دیتا یہ درو پا یہ حاطراتن که شما درو بزانید که می جوانان سرباز و راستگیگان چین چو توانایی هستیم که آن توانان سجین کوهان و گران دیما بروان و کامیاب ببنتیم هنگی تیما دعوت کنون چه واجه مدیر کلا که مشمه مهمان خاصی ہیں که آئی بیت دار تلو سرا چاپی بجنی الله پاکی ناما عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما مردم خوب و شریف و جوانهای پرشور استعداد روستای فیروزآباد اجازه بدید که قبل از هر چیز خوشحالی خودم رو ابراز کنم از اینکه امروز در جمع شما هستم در این لحظه خوب و همچنین من واقعا باید بگم که امروز واقعا شوکه شدم از اینکه تو این روستا با این امکانات کم یک همچین برنامه‌ای با این کیفیت برنامه‌های خوب هنرمندان واقعا نمیدونم چی بگم خیلی فراتر از انتظار من بود ما جاهای زیادی رفتیم برای افتتاح ولی این چیزی که امروز این برنامه که امروز دیدم خیلی فراتر از انتظار بنده بود و امروز من به یه نتیجه‌ای رسیدم اونم این که یه روستایی که میتونه اصلا دیده نشه حالا یه روستای دور افتاده به 1001 دلیل امکان داره و میتونه که خودش رو مطرح کنه یه روستایی مثل روستای فیروزآباد من جا داره که همینجا مراتب تقدیر و تشکر خودم رو از یکی از جوانای خوب روستای شما جناب آقای شمبل روزکار اعلام کنم احسنت واقعا آفرین به تلاش این جوان که تونست با پیگیری خودش واقعا این سالن ورزشی رو به اینجا برسونه بنده و همکارانم تصمیم گرفتیم که حکم سرپرستی این ورزشگاه رو به نام خود ایشون بزنیم و امیدوارم که بتونن خیلی فعالتر از قبل اینجا رو اداره بکنن خب دعوت میکنم از جناب مولوی حافظ اربابی معتمدین گرامی و اعضای محترم شورا و همچنین دهیار عزیزمون که به جایگاه تشریف بیارن جهت اهدا حکم سرپرستی همچنین خواهش میکنم که جناب آقای شمبل روزکار هم با تشویق‌های شما به جایگاه تشریف بیارن در افتخار بارم یه منت نشان تا بود دستان بده شمبل که شمبل تی زامات و چوکت بدید تی دستم بده باشنامی تی و تیگه تو کماشیه بارین چیه کنه
بچه همین لوک تا گفته گا برو بدهش بوده دکانه بگو من چوکی پوشی کی بده باری تر دیانتی گو گرمین و لحظه سلام و درود و درحباتی پا شما و جهان که مروچی ما رو عزت داته و می دیوان آت که من نزانم چی بگم شما باز گلم ای بابتا که مروچی می مدیر کل ورزش جوانان استان آت که شی باز پا ما پهری خبری که ماری لایک زانته و یک کندی یک روستای مرزی ای واجه آت که و زحمتواری کرده یک منتواری چه رئیس ثروت مدنی راست کم بکنم ما واجه باز دل سیاه کرده هنو که گنده گو نچاره گونی زانم که چه منی بازین تکرمان ای واجه باز دل سیاه بوده من دیگه گپی نیست من تونم بگوشم که یک جوان یا به من یک جوان یا باور بکنی من مروچی که ده هوشتاتگم من باور بودتگم و من وقتی بچکان باور کرده برو هانی باران دیم بگیر هر خبری دبشی دریه شی باز بروزنی انا شیرینی نام گفته الله مالکن دماچی نه چوک تو فکر کنه حیال کنه چی پاگل گنو کی نه ہے آوتی جواب دے گا وقت زان من چوکی بچکان دستبندی کنم که ده بیاین تو ما پایان یک شوکی چاپی بجنه لوتون بگوشون که ای حکم منی نه ای حکمی حقدار درستی واجهان هستن شاعر گوشی منا بل منا سوچ منا بلکه یک صدکگی نانی هم بهانی بلا منا هنچی شاگرد هسته و تی سقراط و بغرات متند مروچی افلاطون کمالان ظهورشاه پرش پهر بندند باید چاپی بجنی